کره شمالی رازآلودترین و پنهانترین کشور دنیا به شمار می رود. بین کره شمالی و کره جنوبی 160 کیلومتر مرز هست که بسیاری آدمان این منطقه را خطرناکترین منطقه جهان می دانند و بیشتر مردم فکر می کنند که این کشور بمب اتمی هم شاید داشته باشد. با وجود این معلومات، این جمهوری دموکراتی رهبری دارد که معلومات درباره او خیلی کم است. کیم جونگ اون ماه دکبر سال 2011 جانشین پدرش کیم جونگ ایل شد و از آن زمان تا حال بر این کشور حکمرانی میکند. با کانال نکتاب خوش آمدید. معلومات امروزه ما درباره دیکتاتور جوان کیم جونگ اون رهبری کره شمالی است. لایک ماندن ویدیو را فراموش نکنید. дар вақти коронавирус чӣ бояд кард? дар хона нишаста гигиенаи шахсиро риоя кунем ва ҳамроҳи ширкати 1x дар бозиҳои виртуалӣ яъне киберспорт бозӣ карда бурд кунем. ба ссилкаи дар комментария закрепит карда шуда даромада регистратсия кунед. дар вақти регистратсия промокоди некаро истифода бурда 5000 рубл ба даст биёред. регистратсия кунед, бонусро гирифта дар киберспорт ғолиб шавед. این دیکتاتور جوان هیچگاه با هیچ روزنامه‌نگاری مصاحبه نمی‌کند. در زندگی نامه او حقیقت‌های عجیبی نوشته شده است. بعضی معلومات‌ها توسط خبرنگاران و سایت‌های اطلاعاتی کره جنوبی به دست آمده است. حالا ما به حقیقت‌های عجیب و حیرت‌آور زندگی کیم جونگ اون می‌پردازیم. رهبر جوان کره شمالی چنین عنوان‌ها دارد: بلندپایه‌ترین مقام کره شمالی، رهبر حزب، رهبر ارتش و رهبری مردم. برای آنکه به مردم بیشتر تاثیر گذارد چنین عنوانهای دیگر را هم برای خود برگزیده است. ستاره جدید، رفیق درخشان، نابغه ترین و مارشالی کره شمالی. این پایان نامهای او نیست، بلکه نامهای همچون محقق فیزیک و دکتر اقتصاد نیز به عنوانهای وی علاوه شده است. بله، این است کیم جونگ اون نابغه. رهبر کره شمالی کفش مارکه نایک را دوست می‌دارد. او وقت دانشجو بود سیاست‌های پدرش را درباره امریکا و دنیای غرب هیچ وقت قبول نداشت و بسیاری کلکسی‌های کفش‌هایش مارکه نایک می‌پوشاند. درباره زندگی پر از راز کیم جونگ اون، اینکه او در کجا کلان شده است و در کجا زندگی کرده است معلومات نیست. فقط روز جشن نیروهای هوایی کره شمالی عکس کودک به مردم نشان داده شد که میگویند عکس دوران کودکی کیم جونگ اون میباشد. اما اینکه این واقعا رسمی او بوده است یا نه هنوز معلوم نیست. جراحی پلاستیکی. با گفته منابع کره جنوبی، رهبر کره شمالی چندین مرتبه جراحی پلاستیکی گذرانیده است. او این جراحی ها را روی صورتش گذرانیده است تا که به پدرش مانند شود. هرچند منبع‌های رسمی این خبر را تایید نمی‌کنند، اما اگر رسم‌های پیشینه او را با امروزش مقایسه کنیم فرق زیادی را می‌بینیم. بین سالهای 1998 تا 2000 در مکتب در برن سیبیس نام طلبه از کره شمالی دیده می‌شود. البته این معلومات در هیچ جا تایید نشده است، چون که کیم جونگ اون نامش را با نام پسری سفیر کره شمالی باگ این عوض کرده بود. از آن زمان فقط یک رسم با کیفیتی نه آنقدر خوب باقی مانده است که در آن معلوم نمی‌شود که آن پسرک کیم جونگ اون است یا نه. اما همسنفان او تایید کردند که بله، در حقیقت او کیم جونگ اون رهبری آینده کره شمالی بود. آنها میگویند که او طلبه‌ای بود که همیشه میخندید و ورزش را به نهایت دوست می‌داشت، اما نسبت درس و دانش اهمیتی کمتری میداد. حقیقت دیگر درباره کیم جونگ اون این است که ابروهای او روز تا روز کوتاه‌تر میشوند. اگر رسم‌های گذشته و امروزه‌اش را مقایسه کنیم این چیز به خوبی دیده میشود. رهبر کره شمالی ابروهایش را کوتاه میکند تا با پدرش مانند شود. معلومات دیگری که سرآشپز کیم جونگ اون در اختیار عموم قرار داده است این است که او وابستگی زیاد به نوشاکی‌های اسپریتی دارد و روزانه مقدار زیادی عرق را می نوشد. همچنین او بیماری دیابت قند دارد و از این بیماریش رنج میبرد. دیکتاتور کره شمالی عاشق بازی بسکتبال است و در چنین مسابقه ها خودش شخصا اشتراک میکند. سال 2013 با بسکتبالیست مشهور امریکا دنیس رودمن ملاقات داشت و او را شخصا به حضورش پذیرفت و دوست او شد. ستاره بسکتبال امریکا در جزیره کیم جونگ اون مهمان او شد
و پس از بازگشت به امریکا اعلام کرد که در کره شمالی دوستی نوی پیدا کرده است. همچنین او گفته بود که ممکن است که رهبر کره شمالی دیوانه باشد، اما خودش این را نمی‌داند. در کره شمالی هنگام برگزاری کنسرت‌ها هم حادثه‌های عجیب روی می‌دهد، برخلاف آنچه که ما در کشورهای دیگر دیده‌ایم و می‌بینیم. مثلا در جای اجرای موزیک ها ارکسترهای نظامی می نشینند و در ویدیو کلیپ هایی که منتشر می شود نشان می دهند که مردم کره شمالی چقدر زندگی خوب و پرشکوه دارند. شاید برای شما عجیب باشد که رهبر کره شمالی می ترسد که به سرتراشخانه رود. سبب نرفتن او به سرتراشخانه نمود بیماری است که مانع رفتنش می شود و مجبور است که خودش مویهایش را پست کند. در کره شمالی بیشتر مردها وقتی به سرتراشخانه می روند طلب می کنند که مویهایشان را مثل رهبرشان پست کنند. شاید شما باور نکنید که تاریخ تولد کیم جونگ اون معلوم نیست. در منبع‌های مختلف تاریخ تولد این دیکتاتور جوان با طورهای گوناگون نوشته شده است. میگویند که روز تولد کیم جونگ اون 8 ینور یا اینکه 5 ایولی سال 1982 یا که 1983 و حتی 1984 باشد و میگویند که این رهبر جوان میخواهد که از سن و سال واقعی خود پیرتر به نظر برسد. به هر حال او یکی از جوانترین رهبران دنیا به حساب می رود. کیم جونگ اون از ترس آنکه اعضای خانواده‌اش قدرت او را میگیرند بعضی از آنها را به قتل رسانید. سال 2013 او عمکش جانسون هگ را دار زد، چون که شنیده بود که عمکش قصد دارد که در برابر او میتینگ کند و کسی دیگری را به قدرت برساند. عجیبش این است که رهبر کره شمالی هرچند که میگویند که یک دیکتاتوری ترسناک است، اما همیشه بر لبانش خنده دیده می شود. اصلا عکس ها و ویدیوهایی که در آنجا نخندیده باشد خیلی کم هستند. او حتی در وقت تیرپرانی کردن هم میخندد. البته این یک نمود سیاست او در برابر مردم است و با این راه میخواهد که به مردمش انرژی مثبت دهد. همسر کیم جونگ اون زندگی مخفیانه داشت و چهره او را کسی ندیده بود، اما بالاخره او زنش را که لی سول-جو نام دارد از پشت پرده بیرون برآورد. درباره لی سول-جو معلوماتی عمیق نیست، اما اگر به رسم‌هایش نگاه کنیم میفهمیم که او بین 30 تا 35 ساله می باشد. پدرش یک مرد نظامی و مادرش طبیب بوده است. همچنین میگویند که او آوازخوان بوده است و در چین تحصیل میکرده است و در المپیادای کره جنوبی هم اشتراک کرده است. اینکه آنها چند فرزند دارند و نامشان چیست کسی خبر ندارد، اما نزدیکان کیم جونگ اون به دنیس رودمن گفتند که او یک دختر دارد و نامش جو می باشد. کیم جونگ اون تا اینکه یک بار به حاجتخانه ندراید از خانه‌اش نمیبراید و وقتی به بیرون یا به کوچه میبراید همراهش چند حاجتخانه شخصی را میگردانند. پیشاب و نجاست رهبر کره شمالی تمام وضع سلامتیش را بازگو می کند و به همین خاطر در یگان جا نباید بماند. حتی وقتی به کشورهای دیگر می رود حاجتخانه های شخصیش را همراهش می برد. پدر او هم چنین قانون را رعایت می کرد. سال 2013 10 نفر را در کره شمالی به خاطر فیلم پورنو گرفتن در بین مردم دار زدند. در بین آن 10 نفر قربانی دختر با نام این هاسو که پیش با کیم جونگ اون رابطه عاشقانه داشت و یکی از ارکسترهای مشهور کره شمالی بود قرار داشت. هاسو به خاطر کار کردن در صنعت فیلم‌های پورنو و نشر کردن ویدیوهایش محکوم شده بود. پس از مرگ پدر کیم جونگ اون مردم به خیابان‌ها و کوچه‌ها برآمدند و با آه و ناله و اشک و فیغان رهبرشان را خیرباد گفتند. بعضی ها از تحت دل و بعضی هم از ترس قانون. میگویند که پگاه آن روز در کره شمالی دادگاهی برگزار شد و در آن افرادی را که در مراسم سوگواری و خیرباد رهبرشان اشتراک نداشتند محکوم میکردند. و باز یک حقیقت دیگر درباره کره شمالی. در یکی از ساختمان‌های مسکونی آتش سوزی روی داد و شهروندانی که نتوانستند آنجا رسمی رهبران خود را از کام آتش نجات دهند به حبس ابد محکوم شدند. در این ساختمان مسکونی چند عائله از آن جمله یک زن همراه 2 فرزندش زندگی می‌کردند. این زن توانست که هر 2 فرزندش را از کام آتش برآورد، اما رسمی رهبرانشان را برآوردن نتوانست. یک حقیقت جالب دیگر این است که رسمی رهبران کره شمالی باید در همه خانه‌ها باشد و در جای نصب شود که از پایین به بالا به آن نگاه کنند و این
رسم‌ها باید تازه نگاه داشته شوند تا اینکه چنگ و غبار نگیرند. اگر روی این رسم‌ها چنگ و غبار نشیند پس جریمه می‌شوند و مقدار جریمه به مقدار چنگ و خاک نشسته روی رسم رهبران وابستگی دارد. تشکر از کسانی که تا پایان ویدیو با ما بودند. اگر به شما پسند آمده باشد لایک مانید و نظرات خود را در کامنتاری نویسید.